خوش اومدید به هفته دوم تختکست. من کس نیستم یا اون کسرا. اومدیم با یه مهمون جدید، مسیح مترونز. آمد سلام. معرفی کن. سلام مترونزم. مسیحا مترون صدا میکنم. 20 ساله هست کرج. اصلا که نمیخواد بدم این توصیح تر ولی کافیه دیگه. اومدیم امروز یوتیوبرها رو یکم دسته بندی کنیم. بله بله. دراما پول مانی تومن دقیقا نه دلار یکم من فقیرم مغزم. یورو تتر بیت کوین دیگه داشت دیگه درآمد این نره بالا اون دلار بمون. نزدیکه بذار ببینم چند تا سال، نزدیک 12-13 تا ساله. همینجوری یهو شروع میکنم. اولین سال بهترین یوتیوبر از نظرت کیه؟ بهترین یوتیوبر از نظر من، ببین در حال حاضر به نظر من زتیو یوتیوبر ماینکرافته، ولی خیلی ادیتش سنگین و خوبه، خیلی زحمت میکشه پای محتواش. فرما من زتیو خیلی نگاه میکنم زیاد. اوکی خب از نظر من معلومه دیدو برا دو و هم دیدو برا که ترسناک میذارف کنم 10 که اینا حساب گرفته جدیدن، 11 که داره میشه یه دست میزنیم ما اینجا 3 ساله داره کار میکنه. تو راست میگی، دیدو خیلی قدیمیه، 3 سالی هست. امسال میشه 4 سال. دقیقا راست میگی. میخوام بریم سراغ دراما. بدترین یوتیوبر کی؟ حالا حرف بزن. بدترین یوتیوبر ببین از نظر محتوایی میگی یا از نظر شخصیتی؟ کلا دوتاش. خب اگه قرارش دوتاش باشه نیاز دارم میگه فکر کنم مثلا میشه ذریعه مثلا میتونم ممنتو رو بگم. ممنتو رو خیلی حال نمیکنم. اوکی من کیودی پای واسه من. او کیودی پای دیگه اون رو راست میگی. کیودی پای اصلا چرا اون رو ذهنم نمیاد. عرض میگم کیودی پای حرفو پس میگیرم. با مهدی جهانم اصلا خوشم نمیاد. نمیدونم شاید از مهدی جهان خوشم نمیاد. نه منم خوشم نمیاد ولی بازم اونقدر بد نیست. حالا مثلا به نسبت اینا خیلی خوبه. من کلا حرف بزنم بعدش بگم. وقتی من کلا میبینم اینجور آدما هستن مهدی جهان اصلا واسه من فرشته است. وقتی من میبینم اینا هستن. اون یوتیوبر چی بود همش مسخره میکرد؟ بذار ببینم دیداشم میتونم کنم. محمد اتم همین که به امیر ایزد گفت امیر آب میرفت تو مینی چت. امیر آبخونی هم چی نمیشناسم اونم. چیز ایران پرودی؟ آره ایران پرودی اصلا خوشم نمیاد اصلا. من دوستش دارم اتفاقا. آره به تو به چا میاد. همینه که حساس فوش نمیده. همین خدا رو شکر کن. شخصیت صفر. آره شما استادم بودی. و محتوایی بگو. محتوایی نگفتی. نه خب نه من خب از نظر محتوایی از نظر جفتش گفتم. اوکی. این اگه قرار باشه نکن ببین اگر بر اثر شخصیت واسه که مثلا شخصیت یکی متینو میگم، متین ایشونه، متینو میگم، اون یکی هم کیودی پایه. از نظر محتوایی که مثلا بخوام بگم محتوای بدی مثلا آپلود میکنه بگم ممنتو محتوای مزخرف درست میکنه. ممنتو میگم ببین آخه ببین نکن آدم زیاد هست. من آدمای دلار نام مثلا محمد اتم هم خیلی محتواش مزخرفه ولی اینقدر دیگه دت شده اصلا دیگه من حساب نمیکنم. این چی بود؟ ماش بلند بود میرفت تو مینی چت مسخره میکرد. چیز فاطمه چی بود؟ نه دو نفر بود. یکی رضا فرشته بود. رضا فرشته وای هیچ وقت ازش خوشم نیامد. هیچ وقت. ببین رضا فرشته از شخصیتی من نمیشناسمش. یعنی من فقط توی ویدیو مثلا میادم دیدم که مثلا آره میگفت چیز فاطمه اصلا این شکلی. من اونم اینو نمیگفت یه چیز دیگه میگفت ولی در کل مثلا آره ولی کلا رضا فرشته هم مثلا این که مثلا از بیام از جلو نزدیک ببینمش مثلا صحبت کنیم مثلا نه. ولی من محمد اتمو دیدم، یعنی نه که برام از نزدیک باهاش صحبت کنم ولی اخلاقشو میشناسم. دوست مشترک داریم، میدونم چه جور اخلاقی داره. همچنین این متین شخصیت خیلی مغروری داره. مغرور کلا. و خوب ببینم سوال بعدی چی باشه.
زشترین یوتیوبر. درتی مایند حقیقتا. من به نظر من خوتن به نظر من. نه خوتن زشت نیست خدایی. از سلیقه من نیست. به نظر من زشته. تمام زنای سرزمینم زیبان نمال. هایدی این استاش هم میزنه میزیره آقای مسیحا رو. این هایدیش هم بازه نمیتونم. نه باره من همه چی بازه کل. فکرم تو رابطه نیستی میتونی راحت پیام بدن. دروغ. پارتنرش خودمم. هفته دومه سخته واقعا حرف زدن. اوکیه بابا. خوشگل ترین یوتیوبر برعکسش به نظرت کیه؟ خوشگل ترین یوتیوبر ببین میتونم کسی رو بگم که مثلا فیس ریویل نکرده مثلا، چون فیسشون نشون من دیدمش ولی چیزه ببین نه دوربین خودش نداشته ولی من چیزه دیدمشون از نزدیک. نه نزدیک نه ولی کلا دیدمش. من آریا رو میگم. آریام یه یوتیوبر سبکش مثل دیدا ولی من میگم میشه گفت از دیدا بهتره از نظر. یعنی مثلا بین دیدا و آریا من آریا رو انتخاب میکنم چون من سبک ادیتش به من میخوره و خیلی دوست دارم، هم کلا نظر شخصیتی خیلی اوکی هم باش. این خیلی دقیقا عین شخصیتی اینو خودم درکش میکنم. آریا رو بی شخصیت نمیشناسم شوخی نکنم. نمیشناسم شوخی نکنم واقعا همینجوری داریم کنسل میشیم. خب حالا در حالت کلی بخوام مثلا بگم خوشگل ترین یوتیوبرم میگم آریا. خوشگل ترین یوتیوبر به نظر من. خلاصه میخوام هی دارم از نزدیک دیدمش از نزدیک ندیدمش ولی عکسشو دیدم میدونم چه شکلیه. میگم از نزدیک دیدمش. به نظر من میا پلیس و موزیک ویدیو آخرش نام میپرس خوشگلین. نه میا پلیس آرایش میکنه. خب بابا من مثلا بدون میکاپ میا رو دیدم خیلی ببخشید ولی خیلی متفاوته با میکاپش. خیلی فرق میکنه. مثلا یه چیزی یه کسی دیگه میشه. از کسایی که خیلی زیاد میکاپ میکنن و مثلا چیز میکنن خیلی خوشم نمیاد صادقانه. بعد میاد جزو کسایی که مثلا روتینای پوستشو میدیدم ولی پشمام میریخت. میگفتم چیکار داری میکنی؟ آرد میپاشه تو آرد میپاشه دست زمین صدایت میکنم کلش آرده نمون باش بپذی. بیاد تا نکشیدم اصلا بخوام توهین نکنم احترام میذارم به کسی که مثلا آرایش میکنن اینا ولی ما به همه احترام میذاریم به جز کیوتی پای. به خود دقیقا ما همه احترام میذاریم نظر همه قابل احترامه به جز کیوتی پای. دقیقا البته مانی اومد وسط. مانی اومده دیگه جلو دیگه مانی که آره داره یکم میزنه جلو یکم دیگه ادامه بده. آره کیوتی پای میزنه جلو رد میکنه کیوتی پای. بدترین یوتیوبر واسه من سه تفنگ دارم از هیچ وقت ازشون خوشم نیومد. مانی و علیز و افشارتیک. آره همچین چیزی. آره افشارتیک. آره هیچ وقت خوشم نیومد تو این 2 سالی است که فعالیت میکنه. هیچ وقت واقعا خوشم نمیاد. میتونی جزو سوال بعدی بذاری مثلا بگی از اکیپی که مثلا بدت میاد. مثلا میذاری یه اکیپ خوشت میاد یکی بعد بگو سه تا فنگ دار تو اینجوری بهتره. بله مرسی که جواب سوالای منو اسپویل میکنن بقیه. داش باید کات کنی اینجا. کات نداریم اینجا. یکی کات خاک بر سر. خب یوتیوبری که باهاش با یوتیوب آشنا شدی؟ یوتیوبری که باهاش با یوتیوب آشنا شدم ببین من یه نفر رو دارم. ببین شخصی هست که من باش با یوتیوب آشنا شدم. یه شخصی هست که من باش با فضای کلا کانتنت کریتوری آشنا شدم که اون تو یوتیوب نبود تو یه جای دیگه بود. کسی که تو یوتیوب آشنا شدم میا پلیز. مثلا با میا پلیز با یوتیوب آشنا شدم. اولین ویدیوش هم فکر کنم اشتباه نکنم بندی اینچ ماشین همون کلا اون ویدیو بندیش بود. و کلا کسی که توی دنیای محتوایی و ویدیو منو آشنا کرد یه نفری بود اسمش کولر دکس. بدم بیانشم پیدا کنم. من این جوابش واقعا مثلا خودم هم عجیبه. من با کیودی پای با یوتیوب آشنا شدم. برا واقعا برا
برا. برا. این کولر دکسه. این کولر دکس این با فضای یوتیوب آشنا شدم. خیلی شخصیت باحالی داره. چیز جالب بخوام بهتون بگم، مثلا این چیز جالب بخوام، خیلی مثلا میپرسیدن که این نوع مثلا استایل و اینکه ماسک بپوشی و مثلا بیای جلوی دوربین رو از کی الهام گرفتی. من با جرئت میگم کولر دکس. کولر دکس الهام گرفتم این قضیه که ماسک بزنم بیام جلوی دوربین. اون قشنگ نواز استایل خیلی شبیه منه، مثلا موهاش زیاده، ماسک داره و خیلی کپی منه از نظر استایلی. من دیگه همین کار منو میکنه، عینک گردم داره تازه. خودتی دیگه چی کار میکنی؟ دقیقا میگم خودم هم رسما. من با کیودی پای آشنا شدم، رفتم تو یوتیوب یکم ویدیو شدم که بعدش اصلا ازش بدم اومد. سریم که من از شوخی های جنسی واقعا خیلی بدم میاد، هیچ وقت خوشم نیومد. بعد آریا شد، آریا رو میدیدم، آروین شو خیلی من قبلا میدیدم. کلا اکیب آروین شو و هام کیم اون موقع خیلی خوشم میومد. اکی بود که واسم میخندیدم. من حرف اکیپ شد، از کدوم اکیپ خوشت میاد؟ از کدوم اکیپ خوشم میاد؟ ببین اول کلا همون اولم واسه سوال بود که اول اکیپی که خوشم میاد خیلی تو ذهنم نیست، ولی میتونم بگم اکیپ اکیپای ماینکرافتی. یعنی مثلا چجوری، یعنی این افراد مال ماینکرافت، یعنی مثلا ایس بوی و ناروتو. آره آفرین، دقیقاً مال اس ام پی. مثلا ناروتو و وایپر لاست و ایس بوی و اینا رو خیلی دوست دارم، خیلی نگاه میکنم. این اکیپ ماینکرافتی اس ام پی. من اکیپی که تو ماینکرافت دوست داشتم معراج بود، با اون اسمشون رو یادم نیست. آر جی بی. آره آر جی بی خدا بود یا واقعا نام بودن. نام. من خیلی ندیدم ویدیو آر جی بی رو. زندگی تو به باد دادی. ولی همچنان زندگی به باد دادم، ولی عقلمو به باد ندادم. من ندیدم اسمشو میدونم، تو توی که میبینین یادت رفت. خیلی میدونی 2 ساله که بهشون پاشیده، خب معلومه یادم میره. من یادم نرفته ولی تو ماینکرافت میبینی، من ماینکرافت نمیبینم آخرش هیچ وقت. آخرین ویدیویی که ماینکرافت دیدم 2 هفته پیش بود مثلا، اونو دیدم بعد مدت‌ها. اتفاقا من داشتم ویدیو جدید ناروتو رو داشتم نگاه میکردم همین 1 ساعت پیش. من تنها چیزی که از ناروتو میدونم یه تبلیغ میخواستیم از رفیقم، میخواست تبلیغ بگیره واسه یه سرور، فکر کنم ما نمیدونم اصلا بچه یا نه، ولی چند نیم زیرو نه 5 دقیقه اینا با ناروتو میخواست ویدیو بگیره، کنم 12 تومن اینا و 5 دقیقه اینا. باشه 5 دقیقه 12 تومن میگه واسه 5 دقیقه ویدیو بگیره. نمیدونم میگه همچین قیمتی یادمه، بعد نمیپرسم یادم چرا باید بپرسم، بذارم رو صفحه. ادیت نداره یا باید یادم خودم مندازم. من از شخصیتی واقعا شخصیت ناروتو خیلی دوست دارم، نمیدونم چرا خیلی ویدیوشو دنبال میکنم. بخوام بگم مثلا من کل ویدیوهاشو 5 بار کم کم دیدم، مال ویدیوهای ناروتو رو کلا. نمیدونم چرا، هم شخصیتی حال میکنم، هم کلا صحبتی و ادیت و این چیزات همیشه خیلی باب میل منه واقعا. دیگه سلیقه نداره، این سلیقه نداره کلا. وای خیلی تربیت. خیلی خودم قبول دارم، خیلی گاوم. الان میمیره. خب تو یکی به آر جی بی رو کلا دوست داشتی یعنی؟ تو ماینکرافت دارم میگم. در جهان کلی کلا چه کیپی رو دوست داری؟ تو جهان کلی الان تون شد مدفونال یکی از واقعا تاپ 10 دیگه واقعا. خزی دیگه، اصلا فکر خاص نداره، بیزنسمن نیستی. چی برم مرشال سوگنگ ببینم؟ ببین فاز بیزنسمن واقعی متفاوت عمل میکنه. متفاوت عمل کن بچه، چیز متفاوت ببین. تون شد مدفونال نمیدونم چرا، ولی من دیگه جدیدن واقعا دیگه جدیدن دنبالشون نمیکنم، یه جدیدن نگاهشون نمیکنم اصلا. من برای چی دیگه حال نمیکنم. اکیپ دومی که دوست داشتم چی بود؟ اضافی یادم بیاد. جیمستر؟ نه اصلا هیچ وقت از سویل سولوا و جیمستر و اینا خوشم نیومد. میدونم چرا.
لباس سوی سالبان نبود، سعید راف و جی مستر و گیم میکسر و اینا بودن. سوی سالبان یه مدت توشون بود. سالبان جزو چیز تیمشون به حساب نمیاد بابا، سال یه بار میومد. الان دراما میشین واقعا خدا. یادم نیست واقعا خیلی وقت دیگه یوتیوب اونقدر. کومان مثلا اکیپ حساب میشه آیا؟ نه دیگه اکیپ نیست که دیگه تیم خونه یوتیوبشون کومانه دیگه، کومان و ایمانه دیگه، تیم حساب نمیشه. آی پون فاکی پون. یادم نیست سوال بعدی. یوتیوبری که به نظرت فناش خیلی تعصبیان. یوتیوبری که فناش خیلی تعصبیان، ببین سری یوتیوبرها هستن که فناش این تعصبی خیلی مسخره ای، مثلا کیوریپای واقعا فنای مسخره، فناش تعصبی نیستن. من با مثلا تو بیای فنشون رو یکی از فناشون رو جلوت بذاری 5 دقیقه باهاش صحبت کنی اصلا سگت میشه، میگه سگت هم بانو. خب این شکلی میکنه بود، چون من باشون صحبت داشتم، من با مثلا 90% فنای کیوریپای صحبت داشتم و مثلا با شاید بگم 20%شون خیلی جدی صحبت میکردم و دقیقاً اینجوری بذار بگم از اون 20% هر 20%شون دیگه اصلا کلیپایی که نگاه نمی‌کردن، همشون پشت من بودن، یعنی مثلا اینجوری بودن که آره راست میگی و اینجوری. هنوز هم هستن اینجا آدم‌ها که مثلا فن کلیپای بودن یهو بیخیالشون شدن چون مثلا فن من مثلا این شکلی. فن تو مگه فن داری؟ کلا 100 تا ساب داری. یعنی چی؟ من آرت میکشم واسم، آرتیست دارم. من زمان ولی یه چیزی بگم، بگو. ببین ناکن من اینو همیشه میگم ببین من شاید ساب کمی داشته باشم خیلی مثلا پس از نظر مثلا فن و اینا چیزا که کوچیکی داشته باشم، ولی به این موضوع دقت کن که من با مثلا 700 تا ساب ولی من با 700 تا ساب دارم، ولی به نگاه کنی سرور دیسکوردم و چنل تلگرام بیشتر از خیلی های کسایی که حتی بیشتر از من ساب دارن چیز داره، سابسکرایبر داره اونجا. فعال، خیلی فعاله. من تو تلگرامش هستم. مثلا خیلی هستن، مثلا خیلی یوتیوبر به نگاه کنی از بین 1K تا 3K به نگاه کنی چنلاشون رو دقت کنی میبینی مثلا با این که طرف 2-3 برابر من مثلا ساب داره ولی مثلا کامیونیتی من قوی تره، مثلا تلگرام هم مثلا بهتره، مثلا اینجور چیزا. تلگرامش شبیه گی خونه است این آقا. سوال بعدی نمیخوام در تلگرام صحبت کنم. من بعضا فنای تعصبی سوگنگ واقعا سوگنگ دیگه. فنای سوگنگ رو دیگه ندیدم منم ندیدم ولی به نظرم تعصب 3 تا فنگدار فنای اون 3 تا ولم کن، فنای اون 3 تا رو کلا بندازی دور. برو بیرون واقعا برو بیرون. یوتیوبر از اینا یوتیوبر ماینکرافتی که خوشت میاد؟ گفتم جواب ندادی. نه جواب ندادم. یوتیوبر ماینکرافتی که من خوشم میاد، ببین خب اول زتیو، ولی خب زتیو رو یه بار گفتم خز میشه، زتیو رو نمیگم چون یوتیوبر ماینکرافته، ولی واسه مثلا نفر دوم نه فیوریت یوتیوبر ماینکرافت من میتونم بگم خب همون ناروتو من حسابش میکنم. همچنان میگم ناروتو. برو بیرون. نه خدایی نه جدی از حق نگذریم، واقعا آخه محتواش خوبه جدی، یعنی حالا از خارج از بحث دراماش چنل اصلیش که مثلا بر باب ماینکرافت خیلی ویدیوهای اوکی آپلود میکنن ناروتو. حالا نظر شخصی خودم دارم مثلا خودم نمیدونست. زتیو خیلی نوبه، خیلی دوستش دارم زتیو رو. یوتیوب چه یوتیوبریه تو این سبک اینفلوئنسرها مثلا کیو بگم، احسان میرزاد یا مثلا اینجور سبکا دوست داری؟ نفهمیدم سوالتو دقیقا. سبک محتوایی مثل سبک محتوایی دوست دارم، مثل یوتیوبری که مثل سبک محتوایش مثل احسان میرزاد از این استا میاد تقریبا.
فهمیدم. با کدومشون آخه مشکل همشون بدم میاد. منطقیه. جدی میگم. آخه نه کن اونا کلا هنرشون توی اینه که آقا یه ویدیو 1 دقیقه ضبط کنن، وقتی میان داخل یوتیوب واقعا فاجعه درست میکنن. اشکان شاد کنی مثلا 8 دقیقه چرت و پرت درست وای میکنه، رسول قبول دیوکس 8 دارم. دقیقه چرت و پرت درست میکنه. دقیقاً. هر کی گونه از اینستاگرام اومده اصلا یه فاجعه درست میکرده به نظر من. تنها کسی که بینشون خوبه نظرم همین احسان میرزاده، همین. آره قبول دارم. حالا میتونیم بگیم عزیز محمدی هم میشه گفت تا حدی اون آره اوکیه، مایکرافت اوایل اوکی باحال بود. بود. آره اندرم یوتیوب میگردم، یه یوتیوبر دیگه که ازش بدم میاد بیگ اسموگه، هیچ وقت خوشم نیومد. بیگزموی آره من ازش خوشم نمیاد، ولی خب یه سری رفتارهایی میبینم که شبیه رفتارهای منه، پس سر همون من میگم اوکی. من نمیگم از متنفر نیستم، مثلا من صرفا دوست ندارم دنبالت کنم این دارم شکلی ولی هم. تاکسیکی. بیگزموی ببین ناکن آخه ببین این بیگزموگ این شکلیه که مثلا میگم چیزی به قول مگری هر چیزی یه سنی داره. خب تو به یه سنی برسی باید اون باید یه عقلت باید بیاد سر جاش که مثلا آره تو این یه سری مسائل هست که آقا این اونقدر مشکل نیست، دغدغه خیلی مهم نیست بخوای روش خیلی بحث کنی خودتو بکشی، مثلا این جریان مثلا نمی ال جی بی تی و اینا لازم نیست خودتو بگیری پاره کنی و چه بدونم این کار کنی واسه که خفن و گنگ به نظر برسی، عکس بیتتو پرت کنی بگی آره من خفنم. خب مثلا این کاری که من بچه بودم میگم 14 سالم بود انجام میدادم، این الان با 25 سال داره این کار رو میکنه، میگم آقا این از گذشته من اومده، این هنوز مغزش اونقدر رشد نکرده، نمیتونم ازش خیلی ایرادی بگیرم چون خود منه ولی بچه است انگار این شکلیه. سوال بعدی دست دادیم واسه آقای مسیح، واسه جیزی دست دادیم. جیزس چی؟ فردا ظهور میکنم بخاطر این کار. آره فردا ظهور جامعه میگن ظهور میکنه. دیوایی بحث دینی نشیم، نمیخوام کنسل شدیم تا الان و سپاه هم بعد خود کنسل میشیم بسه. یوتیوبری که دوست داری باش با هم کار کنید، یه ویدیو حداقل با هم بدیم. که دوست دارم باش کار کنن یه ویدیو با هم دیگه بدیم. ناروتو نه جدی خب جدی بخوام خارج از بحث بخوام بیام یوتیوبری که واقعا دوست دارم باش مثلا ویدیو بگیرم و محتوا درست کنم، ببین من تو یوتیوب فارسی خیلی یوتیوبر خارجی بیشتر دوست دارم، ولی یوتیوبر فارسی بخوام بگم خیلی سختمه بخوام یوتیوب خارجی هم بگو مشکلی نیست واقعا. چرا؟ به یوتیوبر خارجی ببین اونم آخه یوتیوبر نیست، آرتیسته، یه آرتیست خارجی خیلی 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 شدید دوستش دارم و دنبالش میکنم، دوست دارم مثلا یه ویدیو بگیرم باشه مثلا آرت یادم بده یا همچین چیزی. خیلی خوبه، اسمش کوکاری نه دوستم میگم پیداش کنم. کوکاری آرتیست خیلی حرفه‌ای، واقعا خیلی دوستش دارم کوکاری رو. حتی چند بارم از آرتاش توی ویدیوام استفاده کردم، از انیمیشنی که با آرت درست میکنه توی ویدیوام استفاده کردم، انقدر یعنی دوستش دارم. باحالیه. خیلی خوبه. اسکورپورو دوست دارم. اسکورپورو به شخصه باحال. من چه سالی اسکورپورو میدیدم؟ تقریبا 3 سال پیش اینا اسکورپورو میدیدم، بعد یه برهه‌ای افتاد کلا یوتیوبو کنار گذاشتم، دوباره برگشتم میگه اصلا ازش خوشم نیومد. واسه منم معلومه با دیدا دوست دارم کار کنم، همیشه هم میگم یکی دیدا یکی کومان واقعا بست قشنگ. کومان شادن نه اصلا من بخوام نه میدونی من بدبختی اینه که مثلا بخوام با کومان مثلا بخوام ویدیو بگیرم بیشتر هی ذهنم میره تو بحث بیزنسی، از ویو پول مانی این شکلی ایران مثلا اینجوری شده مثلا مثلا بخوام بگم آقا مثلا ویوی همشون آقا صفره، مثلا من به هیچ سودی به من نمیرسه، من بخوام با یه نفرشون کار کنم، من مثلا با اسکوپور کار میکردم چون حس میکنم خیلی خیلی زیاد خوش میگذره. یا مثلا میرفتم بخوام میرفتم داخل یه اکیپی، میرفتم مثلا تو هم اکیپ اس ام پی مثلا این شکلی. اس ام پی هم دوست داشتم تو این اس ام پی معروف هم دوست داشتم شرکت کنم، ولی خب رفتم یه چی دیگه هم دوستم رفتم توی اس ام پی ها، ولی بله ویدیوش هست. بله
نه اون نه، جدای اون توی SMP دیگه شرکت کردم، ولی خب اینقدر حال به من نمیداد، حال نداد بهم. 10K کامل، 10K لایک که منطقا نمیرسه یه SMP میزنیم. خب وای بسی برسه جر میخوریم. نه گفتم خارج از بحث بیزنسی، واسه همه چی خیلی کمی بیزنسی تو دهنم حال میکنی. آره چون خودت هم بیزنسی هستی. من بیزنسمنم، من خوشبختم. من با ویجیلندم دوست دارم کار کنم. ویجیلند حاج من خیلی چیز راجبش شنیدم، گفتن خیلی آدم مثلا آدمای بدی ان راجب چیزشون. میدونم آدم خوبی نیست. میدونم واقعا. و یوتیوبری که باهاش مثلا نهار شام اینو میخوری، کلا باش غذا میخوری. یوتیوبر که باهاش نهار و شام غذا میخورم، ببین یه چیزی بخوام بگم، من یه تصور ذهنی دارم، بعد مثلا من میدونی اینجوریه که تو غذا خوردن خیلی خیلی حساسم. یعنی یک نفر یه سوتی بده امکان داره همونجا پاشم برم، این شکلی هم به نظر خیلی وحشی. بعد من دارم مثلا تصور میکنم مثلا بین یوتیوبرها اسکورپورو که هیچی، قیافه‌شو ببینم کلا میخندم، نمیتونم غذا بخورم. این مثلا ایران پرودی و مثلا این ویپد و اینجور اشخاص نمیدونم چرا مثلا تنها کسی که حس میکنم مثلا میتونم باش اوکی ام، میتونم بشینم باش مثلا بشینم یه غذا درستایی بخورم، فقط همین ویچر پیکسلیه. نه اشتباه گرفتی. با غذاشو میاری یوتیوب نگاه میکنی با کدوم یوتیوبر؟ اشتباه هم بابا چرا زودتر نگفتم؟ این صدا حرف دارم میزنم، بگو اشتباه گرفتی. غذا میارم یوتیوب نگاه کنم، خیلی سختی پرسیدی. آره دیگه برنامه سخته کلا. یه سخته واقعا. نظر فکر کنم. ببین بازی ترسک من زیاد نگاه میکنم، مثلا قدیما همون اوایل وقتی پیش شما بودم، پیش کسرا و داریکس و اینا بودم، اون زمان با دیدا نگاه میکردم اون چند وقت پیش. اما جدیدن با یکیش هم آریا، من آریا رو نگاه میکنم. غذا میخورم. من آریا کومان میبینم همیشه دارم غذا میخورم. یکی ببین اگه قرار باشه به یوتیوبر بگی، من یوتیوبر رو میگم آریا، اگه قرار باشه کانتنت بگی میگم دراما حاجی. دراما واقعا آدم اشتباهش باز میشه. اینقدر مثلا لذت غذا خوردن موقعی که مثلا دراما داره میبینی اصلا ببین اصلا خارق العاده، اصلا میخورم میام. بعد کامنت این دراما کنار، دیدی کامنت هایی که زیر پست این با هم دعوا میکنن؟ آخ دقیقاً وارد یه بحثی شدیم که اصلا وای پسرم خواست فنال دور بر یعنی قضیه چیز بیارم آره نروزم بخورم. کامنت من آره یکی رفیقام این شکلیه میگه گفت من غذا میخورم و دراما همیشه پخش باشه. منم بهش بگو داشت یکی دوست دارم همه غیره توه پیاشتتون کن. خدا. یه سوال تو بپرس، این جز برنامه نبود ولی بپرس چند تا. خب اوکی من دینا که حالا که قرارش من بخوام سوال بپرسم اونجا که من ذهن بازی دارم، الان دارم فکر میکنم سخت دارش اصلا فکر نمیکنم. نه اگر بخوام مثلا سوال بپرسم، به نظر تو کسی که یوتیوبری که باید سوال زیادی میداشت ولی به حقش نرسید کیه؟ جواب تکراری بدم. جز دیدا خستم کرد. دیدا دید لجند خوبه دیگه 10K ساب داره دیگه، خوشه دیگه، چی میخواد دیگه؟ دوباری که نکن. از نظر من دیدا شخصیه که دیگه به چیزش رسیده، یعنی با 10K خوبه دیگه، خیلی چیز موافقت بزرگیه. 10K آره واقعا قبول دارم. این مثلا تو فکر کن 3 سال مثلا 3 سال داری تو یوتیوب کار میکنی، بعد مثلا ویدیو میدی، بعد ویدیوت یه محتوای خیلی راحت باشه که مثلا تو فقط دکمه ریکورد رو میزنی، ویدیو میگیری، یه تهش چند تا کات میکنی، بعد آپلودش میکنی، بعد این تبدیل بشه به یک نوع محتوا، یعنی میشه سبک محتوای تو، و این سبک محتوا کسی 10,000 نفر علاقه‌مند پیدا کنه که مثلا همچین محتواهایی درست میکنه. خیلی چیز خوبیه به نظر من. من اگه بخوای این سوال جواب بدم من میگم فکت. نه اینم که
130K ساب داره ولش کن. یوتیوب منو آره مترونز مرسی. نه حالا بیشه کی بگو. دارم میگردم تو بگو من میگم. دارم میگردم واقعا خیلی یوتیوب من سخته. آها ببین من اگر بخوام حرفای تکراری نزنم چون حرفای تکرار من زیاده میتونم بگم موس با انیمیشن سامانه نزدیکمه. اوکی. موس با یه سبک انیمیشنی داره، انیمیشن درست میکنه و انیمیشنش هم خدای کوالیتیش در سطح متوسطه. حالا نمیخوام بگم نه خیلی سرش خوب، نه خوب نیست، متوسطه، ولی واسه فردی که سطح متوسطی داره واقعا حیفه که مثلا فکر کن تو مثلا یه 75 تا ویدیوی نه چیزی درست کرده باشی، انیمیشن درست کرده باشی، بعد مثلا 200 تا ساب داشته باشی. خیلی ظلمه. این واقعا یوتیوب خیلی عجیبه، همه معروفن و این منو ناراحت میکنه واقعا این بعد متاسفم. قد عجیبه یوتیوب بدم کن. یه چیزی بود قبلا نمیدونم جدیدن ویدیو میذاره یا نه، یه استودیویی بود مثلا دوبله اینا میکرد و دوبلش هم خنده دار بود خدایی. مثلا یاد ویدیوشو ندارم الان فکرم پاک کردم، اون موقع میذاش اون از هم حقشون خیلی بیشتر بود. کلا فکر کنم به 2 کیس ها هم نرسیدن رفتن. سوال بعدی. نه متاسفانه من همچنان سخته. جواب خیلی عجیب غریب بود ولی اوکی. خب سوال بعدی که خواهم بپرسم، شخصی که ساب زیادی داره اما به نظر تو بهتر بود که یه ساب کمی داشت، یعنی به نظر تو ساب کمتر بیشتر لیاقتش بود تا این. ببین دقت کن، بیشترین کسی که همچین چیزی داره مثلا یه پانشو بیا بگو مثلا کیودی پای دد شده الان، دنبال شخص رو بگرد که همچنان زنده است. این کیه؟ خودت هم گفتی مانی؟ نه این اومده تو یوتیوب. عشق شد کامی؟ نه اون یکی رسول دیواکس؟ رسول دیواکس آره. رسول دیواکس واقعا رسول دیواکس با آره 600 کی مثلا 700 کی فال ساب یوتیوب داره ولم کن. آره هر روزم زنده است از کلا چنلش بدن، هر جا ویدیو شدم 100 الی 200 کی داره ویو میخوره. این حالا این ویدیو سه تا ویدیو ویو میخوره به خدا. هی واقعا عذاب کلا واسه ما. خب ببین یه سوال دیگه هم که دارم میخوام بپرسم، از نظر شخصیتی از کدوم میتونه بدت میاد؟ شخصیتی نه محتوایی. شخصیتی مثلا یوتیوبر هست مثلا به نظر تو شخصیت جالبی نداره؟ دارم میگرم یوتیوبم همش تکراری شد وایسا. این چی میلاد فرست آرمیاد خوشم نمیاد از شخصیتش، نمیدونم چرا. میلاد فرست آرمی؟ آره یا خود سوگانگ مثلا، سوگانگ که اصلا شخصیت نداره ولی تا ویدیو پخش نمیشه حس میکنم. به خدا میخوام من چیز سرطان بگم چی؟ باید میکنه عجیب باشه. من با اسکورپورو ولم کن چی میبینی تو؟ اسکورپورو واقعا شخصیت به نظر من شخصیت واقعی نداره، چون میگه از کسایی که میان میگن آقا مثلا اگه منو بیرون دیدی باهم سلام نکن احوال پرسی نکن، خیلی خوشم نمیاد. اسکورپورو که از همون آدم هست که مثلا میگه اما از دور دیدیم سلام نکن، چیکار کنم بوست کنم. یه راست واسه قصد مطلب. آره دقیقا. سال بعدی ببینم سوال بعدی که خواهم بپرسم از چه سبک محتوایی تو خوشت میاد جز پادکست و اینا کلا؟ من به جز پادکست ریاکشن موزیک ها رو دوست دارم، خود گیم ها، موزیک کلا همیشه موزیک ها بچگی داشتم گوش میدادم، با آشپزی قشنگ آشپزی میذارم
میخوابم میبره، نمیدونم چرا. اینقدر که من آشپزی دیدم واقعا نصف یوتیوبمون ندیدم. واسه من قرارش یه چیز مخاطبات بگم، این قرار واسه من غذا بفرسته پست کنه واسم درست کنه، آخه پست نکرد. 10 ساعت راه غذا خراب میشه، چیکار کنم؟ من تو فکرم که غذا واسه یه نفر توی ترکیه است بفرستم، من تو نگم یه شهری. هم کن. من از شخصیت قزوینم خوشم نمیاد، اینم بگم. قزوین؟ آره دوست تو هم هست، اینم بگم. دقیقا میخوام دراما کنم، چرا دوستش نمیاری؟ الان دیگه دراما سنگین بین من و تو شد. دهه یه یوتیوبری هم که به نظرم وصابش بیشتر باشه، عمو بودا. عمو بودا؟ آره کلا 80 تا ساب داره. عمو بودا بذار ببینم، مطمئنم اصلا نمیاره والا. عمو بودا این کیه؟ من نمیشناسم. ببین اگه میشه یه نفر 43 تا محتوا آپلود کرده باشه، اینقدر تامنیلش خوب باشه، بعد 76 تا. آره خودم هم تو استریماش بودم بعضی وقتا، بلو میزنیم. البته نه، به نظر من این حقش، همین ویو به نظر من باید باشه. دیر به دیر داره ویدیو میذاره کثافت. چون نگاه کن کلا من منظورم میشه کسایی که واقعا اصلا آدمایی که اصلا زحمت میکشن. عمو بودا داره سال یه بار ویدیو میده. امیکس ایزت، اگه اینو میگی امیکس ایزت. امیکس ایزت قبول دارم. یک پیج 2 هفته پیش ویدیو گذاشتی، ویدیو بذار. امیکس کار میکنه، کار دانشگاه رو داره با هم میکنن این دوتا. امیکس بنده خدا. من چیزم هست، منم چیزا میشناسم، من درگ استورم نمیشناسم واقعا. درگ استورم یه فردیه که داستان و بازی ها رو روایت میکنه. این واقعا حقش یه صحبه چیز زیاد بود، ولی این ببین فکر کن درگ استورم فکر کنم خیلی قیمتش هم خیلی زیاده، خیلی چند سال هم هست تو خونه با 104 تا ویدیو و 3 سال سابقه کاری، یک کل حساب داره. بعد الان همچنان ویوش داره 100 تا ویو میخوره، 200 ویو میخوره. 3 سال هم داره کار میکنه، 100 تا هم ویدیو داره و ویدیوش خیلی ایدیتاش اوکی خوبه. داستانای بازی رو روایت میکنه، مثلا از لیگ آف لژندز و بازیای مثلا میساید و مثلا اینجور چیزا. هر بازی این بیشتر بازی‌ها رو این روایت، بازیای مثلا چجوری بگم داستان خیلی سنگینی دارن، مثلا بازی سولز لایک شکلی داره. چی میذاری من یه سوال بپرسم این وسط؟ از کدوم یوتیوبر شورت خوشت میاد؟ ویدیوش مال شورت یوتیوبر اسمش یه همون قیصر فوشم میدین. همون قیصر نمیشناسم. دروغ چرا؟ خدای رو شکر. آفرین حاج، آفرین، افتخار میکنم به. ببین این چیز شورتی که میبینم حاجی سال عجیبی بود، نمیدونم آخش اکثرا شورت نمیبینم. برعکس من بیشتر ویدیو طولانی من شورت میبینم. شورت خیلی نگاه نمیکنم. شورت بیشتر وای شوخی نه ولم کن. فستا زدم نگاه میکنم، شورت مال کی رو نگاه میکنم؟ نه مثلا میکی خلیفه هم چیزی، امیر آرتی مثلا، امیر آرتی هم خوبه. ببین اگر مثلا بخوای به من بگی که چه سبک مثلا شورت هایی میبینی، من بیشتر چیز میبینم، انیمیشن میبینم. انیمیشن هایی مثلا چیز طور، انیمیشن مثلا ایندی، انیمیشن مثلا عادی، مثلا این شکلی انیمیشن میشن نگاه میکنم. چوسی تو یوتیوب نه حالا این اولین بار تو زندگیم دیدم چوسی دارم نمیام. کلی ویدیو چوسی بود. خب یه دونش واقعا بود. من یوتیوبری که نظرم سابشم باشه زراود، بذار واسه بفرستم. زراود نمیدونم چجوری خونده میشه. ها وای این زنده است؟ نمیدونم زنده است. زنده است what the fuck. یه بار یادم خدافزی کرد. آره
برگشت دیگه. راستی آره برگشت یادم رفته بود. آره فهمیدم. قوی. قویه آره قویه. قبول دارم. دقیقا این دراگستو 102 تا ویدیو. ویچر پلاستیکی هم و حقش بیشتر باشه، اینم بگم. کی؟ ویچر پلاستیکی. ویچر پلاستیکی چیه؟ پیکسلی. خاک برسه با دوست من درست صحبت کن، غلط میکنی. چی پلاستیکی لاشی؟ پلاستیکیه دیگه. چه خوری نکن. شکه خوری نکن. حاجی وای چیزی راجع به ویچر پیکسلی بخوام بهت بگم، یادم یه آقا نوبه نامی، یه پرونو آقا نوبه اومده بود، بهش گفته بود که ویدیوهاش خیلی مسخره است، من خیلی خوشم نمیاد، خیلی خشکه. بعد یادم همونجا توی تلگرام یا پیداش کرده بود، سلام. 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 دیگه سال تموم شد نداری دیگه من بپرسم؟ نه من ندارم دیگه، از سالم تموم شد تکش. دار. از چه محتوایی بدت میاد تو یوتیوب؟ از چه محتوی بدم میاد؟ مینی چت. دقیقاً واقعا فاکینل چیز به چیه؟ من وجودشون نفهمیدم حقیقت. ببین آکن، من با اینکه مثلا از محتواهای مثل من با اکثریت محتواهای مثلا ولاگ و اینا خوشم نمیاد، ولی واقعا مینی چت هم وجودشون من متوجه نمیشم. من یکی مینی چتی که محتوا که تقریبا چیزای جنسی باشه. آره اونم آره قبول دارم. خب این نوع محتوا نیست دیگه، اصلا بخوای داشت نوع محتوا چیه؟ جنسی. مینی چت واقعا چیز شعره. واقعا پاکش خیلی کنید، چیپه. از یوتیوب حذفش کنید، دقیقا. خدا کنسلش کنید. کنسل کنسلش کنید. توییت. من نمیفهمم آقا توییتر یه چیزی که درک نمیکنم، این پلتفرمی که درک نمیکنم توییتر، راجع به چیزایی دقیقاً. که اصلا نباید حرف بزنن حرف میزنن، چیزی که باید حرف بزنن حرف نمیزنن. اصلا این وضعیت میگم بابا من دفعه یا حرف نزنی یا درست حرف بزنی. وای تیک تاک هم خیلی چیز بدیه به نظر من. تیک تاک خدا رو شکر تیک تاک نه، تا حالا تو زندگیم تیک تاک نرفتم. من نداشتم تو زندگی. داشتم. بعد به حال من لایکی داشتم. وای من اون رو نداشتم. لایکی خیلی خوبه اصلا، کامیونیتی با بهترین کامیونیتی واقعا لایکی دارم. قدیما توی یادم اوایل لایکی من تولید محتوا میکردم، یا پشمام تولید خدا. اولین پلتفرم میگن توش تولید محتوا کردم لایکی بود. بعد راجع به چی حرف میزدم؟ همون که واسه راجع چی حرف میزدم؟ راجع به دفاع از حقوق افغانستان. چه بگم من نجات پرستی نیستم ولی باش. خیلی گناه داشتن آخه. توی لایکی خیلی بهشون فوش میدادن. مثلا هر کسی میبینی مثلا چه بدونه دختری میبینی که مثلا داره ویدیو میذاره مثلا افغانستانه، انقدر حاجی همیشه بارش میکردن. بعد من ویدیو میدونم که آقا مثلا اینجوری نکنید آقا، خوب نیست، انسانیم، خیلی سر فارسیم، مثلا این شکلی بودم، دعوا نکنید. من اولین جایی که توش مثلا ویدیو اینو گذاشتم آپارات بوده. نه آپارات انیمیشن میذاشتم. من آپارات بوده. بعد رفتم تویچ یکم استریم کردم، بعد یوتیوب هم ویدیو گذاشتم قبلا. این بچ ویدیو منو داره. بچه‌ها ویدیو منو داری دیگه، چند قبلی منو هست پاکشون نکردم. آره بکنم دارمش. چند قبلی منم مینیون کس بود یه همچین چیزی. آره مینیون کس بود که از بازی مینیون مستر میاد، بازی که کلش رویال از رون ساختن دیگه. یا سوال نداری؟ سوال منم تموم شده. سال دیگه ندارم. یعنی خواستم بپرسم با آخرش دیگه، آخر ویدیو داره میشه دیگه، پادکست چی گوش میدی؟ پادکست واقعا پادکست آخه گوش نمیدم حقیقتا. مثلا یکی که مثل من همین ما رو خود ویجیلند گوش میده، دوک نواشو گوش میدم. آخه من پادکست که گوش میدم تو یوتیوب نیست، این خیلی رو مخه منه، نمیذارنش تو یوتیوب مثلا چون کوتاه ایناست. بگو تختی است.
من بگم پادکست چی گوش میدم. بگو. پادکست یادم حاجی پادکست هست واقعا خیلی خوبه، من خیلی زیاد گوش میدم. تخت‌کست اسمش. مرسی. حتما چنل تخت‌کست رو همینجا میگم سابسکرایب کنید. بله. بهترین چنل بهترین پادکست تاریخ. این همینجا میگم. خدا ترین و بهترین. حرف آخری چیزی؟ نه هر چند قسمت میای تو این برنامه؟ چی؟ هر چند قسمت دوباره میای؟ ایشالله من که خوشحال میشیم بیایم. یه قسمت رو دالیکس با هم میارم بندازمتون به جون هم. آخ حاجی فایتی بدیم با هم دیگه. دالیکس میام خودم هم پوفیلا میخورم اون وسط. آقا اصلا عالی. دراما خودمون دوتامون دراما واقعا دراما فور لایف، دراما پول مانی. وای دراما فور یکم خیلی محتوایی رو مخیه، بیان قبول کنیم. دراما آخ حاجی اصلا هر چیزی تو دنیا فیکش رو مخه. ایش گفاره. حرف آخر دیگه نداریم. این چنل این بدبخت هم ساب کنیم برسه یکی مانیتایز شه. دقیقاً گناه مانیتایز میتونم بشم همین ولی واچ تایم ندارم. سابش رو تا 500 تا میخواد. 500 تا یکی میخواست چند سال پیش بدم. نه عوض شد 500 تا. چیز واچ تایم واسش بزنید. آره باش 3 تا اکانت بیازارید همینجوری کرومتون رو باز بذارید ببینم. دقیقاً. اکچولی خودت چرا این کارو نمی‌کنی؟ نمیدونم. چرا؟ میتونم. میتونی چی؟ میتونم مثلا استریم بذارم واسه ولی حوصله‌اش من ویو میخوام من ویو پول مانی دلار دراما میخوام. یکی رو دراما کنم. با من دراما کن. دقیقاً. یوتیوبر معروفی هستین به این تلگرام پیام بدین باتون دراما کنم. آندرلاین مترونز آندرلاین تیوی metrons@gmail.com. خدافظ چیزی ندارم واقعا من دیگه همینه. یهویی قطع میکنیم یهویی شروع میکنیم یهویی هم قطع میکنیم. خیلی خوش گذشت. مرسی از دعوت آقای کسرا. حتما چند یادتون نره ساب کنید دوستان. احمد داره میکشه داره میبینیم. رسیدم به آخرای یوتیوب هم کلا شد انگلیسی. لازم حاج ول کن دیگه تو ول کن. خدافظی کن اوترو تو بگی بعد اوترو نداریم. خدافظ همین. خوبم زندگی نکنید هر جور دوست دارید زندگی کنید. متاسفم برات. منم همینطور. خدافظ.